درود، طاهری سفر هستم و در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی تا 15 دقیقه دیگر همراه شما. امروز سه شنبه 12 آگوست است و نخست سرخط چندی از موضوعهای برنامه. یک سال پس پنجره، خبرنگار زندانی تاجیک احمدی ابراهیم چه حال دارد؟ خویشاوندانش میگویند زندان احوالش را بد کرده است. نبیروهاش در همین جا 22 نبیره در همین جا هر روز میان بابای ما کی میآید. مقامات انتظامی یک گروه از افسران گارد ملی یا روسگواردیا را برای ثبت نام مهاجران کاری در یک پایگاه نظامی روسیه به دادگاه کشیدند. دونالد ترامپ گفت برای رسیدن به صلح اوکراین و روسیه باید از گذشته‌های دردناک آماده باشند و از بحر قلمروهای بگذرند. نشست آینده با زلنسکی و پوتین و یا زلنسکی پوتین و من می شود. اگر ضرور شد من خواهم بود. در کلاب یک کتاب تاریخی به دست هواداران علم و ادب رسید که مؤلفش در زندان است. مؤلف هم احمدی ابراهیم یکی از خبرنگاران شناخته در منطقه است که تابستان سال گذشته او را به تروریسم گناهکار دانستند و به 10.5 سال زندان محکوم کردند. اتهامی که خودش و خویشاوندانش میگویند دروغ محض است و مقامات از احمدی ابراهیم برای تنقیدهایش قصاص گرفتند. محمود جان رحمتزاده از کلاب گزارش میدهد. در تاجیکستان کتابی از چاپ برآمد که مؤلفش در زندان است. نزدیکانش نخستین نسخه محمود ترابی رمان تاریخی احمد ابراهیم را برای او به زندان برده اند و میگویند بسیار خوشحال است. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک بنیادگذار هفته‌نامه پیک با عیب‌نامه رشوه و تندگرایی به 10.5 سال زندان محکوم شده است. کتابش هم 1 سال پیش باید میبرومد نبرومد برای سببی که قپیدن بازداشت کردن کتابش خوب کرد. انک در 1.5 ساله اخیر با کتابش برومد محمود ترابی برومد کتابش اینا با گفتیمش خیلی وضعیت بزیب با خرسان چید مقصد. نزدیکان احمد ابراهیم میگویند تندرستی او در زندان چندان خوب نیست. با گفته همسر و خواهرانش 3 ماه باز بندی تبابت است. آدینگل ابراهیمова خواهر کلانی او از رئیس جمهوری تاجیکستان و پسر او خواهش دارد که نویسنده آزاد کرده شود. ما ای جناب عالی، ای پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، ای فرزند او رئیس شهر رستم امام علی، التماس داریم که همه وضع سلامتی همه برادر ما را به نظر گرفته یک سبکی در بتنشی ایمو درون آزادش کنند و به پیش فرزنداش بیاید. هرچند دادگاه میگوید گناه احمد ابراهیم را ثابت نمود، نزدیکان و همپیشگان او گفتند که عیبنامه صحنه‌سازی شده است. سازمان بین المللی دفاع از روزنامه‌نگاران آزادی او را طلب کرد. بیبی گل ابراهیمова خواهر دیگری احمد ابراهیم میگوید که نبیره‌هایش به دیدار بابای خود زار شده اند. برادر خواهرش بسیار غمخوار بود. برادر ما بسیار آدم خوب بود. نبیروهاش در همین جا 22 نبیره در همین جا هر روز میان بابای ما کی میآید بابام کی میآید گفته همین خونه را پر میکنن با میره و نامید شده میره با خونهشون. بر پایه حکم دادگاه احمد ابراهیم 9.5 سال دیگر را باید در زندان گذراند، اما خانواده‌اش امیدوارند که او عفو می شود و پیش از مهلت آزاد می گردد. همین است خانواده‌اش تلاش دارد که کار ایجادی او ادامه یابد. همسر احمد ابراهیم میگوید که قرار است رمان او کوروش کبیر با خط فارسی چاپ شود. همچنین آنها گفتند که با دریافت اجازه از اداره ادای جزا نسخه های از کتاب نوش را به زندان خواهند برد تا هم سرنوشتانش و زندانبانها بخوانند. دادستانی نظامی روسیه یک افسر بلندپایه روسگواردیا یا گارد ملی و شریکان او را به ثبت غیرقانونی اقامت مهاجران کاری متهم کرده است. و نوشته نشریه روسی کمرسانت ولادیمیر کابلیوف رئیس ستاد یکی از واحدهای روسگواردیا در ولایت کراسنودار با چند کسی دیگر به 116 مورد رشوه‌ستانی برای ثبت اقامت مهاجران کاری در واحد نظامی گمان بردانسته می شوند. دادگاه نظامی کراسنودار تحقیق پرونده 11 نفر و از جمله 7 رهبر این گروه را آغاز کرده است که همه آنها افسران و کارمندان روسگواردیا هستند. به عقیده مفتشان 10 مهاجر از ماه ایولی سال 2020 تا ماه مارس سال 2022 به آن افسران 20,000 روبل رشوه داده صاحب اجازه‌نامه استقامت در یک پایگاه روسگواردیا در کراسنودار شدند. درست کردن مهلت این حجت قلبکی برای 1 سال باز 20,000 روبل دیگر نرخ داشته است. مفتشان به کمرسانت
هستند گفتند که بیش از 100 فرد متهم به دادن رشوه گناهشان را اقرار کردند و در عوض 20,000 روبل جریمه از جوابگری رها شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که برای پایان دادن به جنگ در اوکراین این کشور باید از بر بعضی از قلمروهایش بگذرد. به قول ترامپ گفتگوی همین هفته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نشان می‌دهد که تا کجا روسیه آماده سازش درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین است. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم میرزا نبی خالقزاد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت برای پایان دادن به جنگ هم اوکراین و هم روسیه باید از بحر بخش‌های از قلمروهای این کشور بگذرند. تبادل قلمروها می شود. من این را از گفتگوها با جانب روسیه و شخصان دیگر می دانم. به نفع اوکراین و برای خوبی اوکراین. چیزهای خوب نه بد و بعضی چیزهای بد برای هر دو. صحبت ترامپ در این باره چند روز پیش از دیدارش با ولادیمیر پوتین است که به زودی در آلیاسکا برگزار می شود. رهبران کشورهای اروپایی و رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی قصد دارند پیش از گفتگوی ترامپ با پوتین با او صحبت داشته باشند، چون می ترسند که آمریکا می تواند شرطهای نامناسبی را برای صلح از اوکراین طلب کند. زلنسکی روز دوشنبه گفت هر گونه گذشت به روسیه آن را مایل به قطع جنگ نمی کند. وی در مراجعه ویدیویی شبانه گفت هیچ علامتی نیست که روسیه آماده قطع جنگ در اوکراین است. به قول زلنسکی روسیه نیروهایش را طوری جابجا می کند که آماده عملیات نو است و کسی که برای صلح آماده می شود چنین کاری نمی کند. اگرچه زلنسکی در نشست آلیاسکا حضور نخواهد داشت، ولی ترامپ اظهار داشت که نتیجه های گفتگو را زود به او می رساند و درباره دیدارهای آینده اظهار خوشبینی کرد. نشست آینده با زلنسکی و پوتین و یا زلنسکی پوتین و من می شود. اگر ضرور شد من خواهم بود، ولی می خواهم که ملاقات بین دو رهبر تشکیل شود. ولادیمیر پوتین در روزهای گذشته با رهبران چین و هند و برزیل و 3 کشور شوروی سابق از جمله امام علی رحمان تلفنی گفتگو کرده و درباره تماسها با آمریکا خبر داده است. انتظار می رود که رهبران کشورهای اروپایی روز چهارشنبه جمع آمده قبل از گفتگوهایشان با ترامپ درباره فشار بر روسیه صحبت کنند. حکومت ترامپ پیشنهادهای تبادل قلمروها و یا شرط برای سازش آتش بس با روسیه را آشکار نکردند. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات کشور میگویند که به ضد چندین نفر که به آفریدن و حفظ پولهای رقمی و یا کریپتووالیوتا مشغول بودند پرونده جنایی باز کردند. اما این افراد نه برای چنین کاری بلکه برای استفاده غیر قانونی نیروی برق به جوابگری کشیده شدند. مولا رجب یوسفی با جزئیات بیشتر و از دوشنبه گزارش می‌دهد. فعالیت کارگاه تولید پول رقمی و دزدی میلیون‌ها کیلووات برق یک از موضوعهای اساسی در نشست خبری دادستان کل تاجیکستان بود. دادستان کل حبیب الله واحدزاده گفت با قرار حکومت وارد کردن همگونه دستگاه تولید اسعار یا پول رقمی منع است. ولی با هر راه و واسطه‌های غیر قانونی با راه قاچاق همین واسطه‌ها از جانب شهروندان وارد کرده شده، با استفاده متخصصان پنهانی پیوست کرده شده از نیروی برق یعنی غیر قانونی استفاده میبرند. تنها از همین جهت در همین 6 ماه اول سال 2025 ما 38.7 میلیون سومونی، این رقمی کم نیست، این مبلغ از حساب انمی شهروندانی که غیر قانونی ماینینگ چسبونده از نیروی برق استفاده بردن مبلغ گرفتن، ما ضرر 38.7 میلیون برقرار کردیم. طبق اطلاع دریافته رادیوی آزادی، یک از کارخانه‌های تولید اسعار یا پول رقمی در ناحیه جلال الدین بلخی در ولایت ختلان آشکار شده است. به اطلاع یک منبع آگاه از پرونده، این کارگاه در بینای یک فرم یا مکان پرورش چاروا پنهانی نصب شده است. مفتشان دادستانی 2 صاحب این کارگاه تولید اسعار رقمی را به دزدی برق به مقدار زیاده از 43 میلیون سومان متهم کردند. نظر این افراد و یا نزدیکانشان به قضیه معلوم نیست. ماه می امسال بختیار ناظمزاده دادستان شهر خوجند هم از آشکار شدن چندین کارگاه‌های تولید اسعار رقمی یا ماینینگ فرم‌ها خبر داده بود. به گفته دادستان خوجند تنها در تهخانه یک بنا بیش از 40 تجهیزات استحصال کریپتو اسعار را دریافت و مصادره کردند.
کریپتوالوت یا اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است، چون به گفته مقامات داد و گرفت طریق این اسعار مجازی به طور پنهانی و یا آنونیمی صورت میگیرد و نظارت لازم از بالای آن وجود ندارد. ولی صحبت‌ها از ضرورت و برد و باخت استفاده آن در کشور صدا می‌دهد. بانک ملی تاجیکستان اول ماه آگوست در گزارش نوشت موضوع معامله با اسعار رقمی را آموخته ایستادند. کریپتو اسعار در کشورهای پیشرفته جهان و عالم مجازی معروف است و با اصول رمزگذاری و مستقل از بانک‌های مرکزی عمل می‌کند. مولا رجب یوسفی امیری صایف، آزادی دوشنبه. مسئولان اداره نظارت بر تعلیم و تحصیل در تاجیکستان میگویند که امسال صدها مکتب و آموزشگاه‌های کشور را تفتیش کردند و آنچه که دیدند خوشحال کننده نیست. با گفته نمایندگان اداره به سبب نارسایی معلمان با تجربه، کتاب‌های درسی، بی‌اهمیتی شاگردان به درس، سطح سواد و دانش در بین محصلین بد است و بهبودی می‌خواهد. شعله عبدالله با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد. راهبران یک اداره ناظر سطح تعلیم و دانش در تاجیکستان اعتراف کردند مشکلات زیاد در ساحه به صفت تعلیم در مؤسسه‌های تعلیمی اثر بد گذاشته است. رئیس آژانسی نظارت در ساحه معارف در یک نشست خبری گفت این نتیجه ارزیابی تحصیل در بیشتر از 470 مکتب و کالج و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی است. او امور زیادی نگران کننده هم آورد. صفت تحصیلات به حساب میانه در جمهوری 34.5%، درجه اساتکنی برنامه‌های تعلیمی فنها 80%. نسبت به سالهای قبلی تا 2.5% زیاد شده. صفت تحصیلات در مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی دارای مقام جمهوریوی و خصوصی و غیر دولتی، یعنی مؤسسه‌های تحصیلات عمومی تیپ 9 در 11 مؤسسه در امسال یکم با جلب 11047 خواننده، صفت تحصیلات 49%، درجه اساتکنی 84%. در زمینه تحصیلات ابتدایی کسبی 5 مؤسسه با صفت تحصیلات جلب شده است. ارزیابی صفت تحصیلات در 5 مؤسسه گذرانده شده است با جلب 5408 خواننده. صفت تحصیلات در همین زمینه نسبتاً پستر 21%، اساتکنی 61%. با اطلاع آژانسی بهای خوب و اعلی سطح تحصیلات و بهای قناعت بخش گرفتن برنامه‌های تعلیمی را معین می‌کرده است. نارسایی کتاب‌های درسی، به کتاب آمدن خوانندگان به مکتب، تعدادی از معیار زیاد خوانندگان در اکثر صنفخانه‌ها، رعایت نکردن معیار بهاگذاری، به تجربگی و دانش کمی برخی از آموزگاران و درس گفتن معلمان غیر اختصاص از مشکل‌های دیگری ساحه بوده است. نیم ساله یکم سال 2025 میخوام مشخص‌تر به سوال شما جواب در اساس پوره به طلبات‌های معیاری استانداردهای دولتی تحصیلات جوابگو نبودن مؤسسه‌ها در زمینه تحصیلات میانه عمومی، تحصیلات عمومی انگلیسی 29 مؤسسه شرطاً از اتستاسی دولتی گذرانده شدند، یعنی به مهلت 2 سال. اینو بر سببی پوره به همه معیارهای استاندارد دولتی تحصیلات جوابگو نبودند. وضع تعلیم و سطح دانش خوانندگان و دانشجویان تاجیک در گذشته بارها باعث به نگرانی شده است. 4 سال پیش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برنامه‌های تعلیمی را تنقید کرده گفته بود که برنامه‌ها کهنه‌اند و اکثر آموزگاران سیستم نوی کار را با دانش آموزان نمی‌دانند و نیاز به اصلاحات است. سال گذشته تاجیکستان در شاخص یا ایندکس جهانی دانش در میان 133 کشور در جایگاه 111 قرار گرفت. این نشاندهی پایین‌ترین در بین دولت‌های آسیای مرکزی گفته می‌شود. و 15 دقیقه که برای برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی داشتیم و پایان رسید. اگر میل دیدن ویدیو و خواندن خبرهای بیشتر دارید پس سر بزنید و وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک. اگر خبری دارید با ما بفرستید، تحقیق میکنیم درست بود نشر می شود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.